تصور کنید که تنها با روایت داستان میتونید جونتون رو نجات بدین. این همون چالشی است که شهرزاد قصه گو با اون روبرویه. البته که اون تونسته این کار رو انجام بده و اکنون دعوتتون میکنیم به حکایت‌های بسیار زیبای شب اول و دوم شهرزاد قصه گو. در قسمت قبل تا اونجایی گفتیم که شهرزاد دختر وزیر وقتی دید پدرش ناراحته و علت رو فهمید، خودش پیشنهاد کرد که پدر وزیرش اونو برای شهریار شاه ببره و پدر هم به ناچار قبول کرد و شهرزاد رو به نزد شهریار شاه بردند و البته شهرزاد از شهریار شاه درخواست کرد که دنیازاد خواهرش رو هم به قصر بیارن و در همون شب اول بعد از خوابیدن در کنار شهریار شاه از تخت به زیر آمد و خواهرش دنیازاد رو صدا زد که بیاد و آخرین ودا رو با هم بکنن. ولی طبق نقشه قبلی دنیازاد گفت من در اینجا دچار بیخوابی شدم، داستانی برام بگو تا این رنج بیخوابی ازم رفع بشه. شهرزاد هم گفت اول شهریار شاه اجازه باید بده و اتفاقا شهریار شاه هم از این ایده شاد شد و مشتاق شنیدن داستان شد. و اکنون بریم ببینیم برای اولین و دومین شب شهرزاد چه قصه و داستانی رو برای شهریار شاه و خواهرش دنیازاد تعریف میکنه و سرانجام در سپید دمن چه اتفاقی میافته. شهرزاد شروع کرد به تعریف داستانی به این شهر که بازرگانی بود که سرد و گرم روزگار چشیده و جهان دیده. اون همیشه به سفرهای دور میرفت و در یکی از این سفرها همونطور رفت تا اینکه خسته و گرسنه و گرمازده به درختی رسید. زیر سایه درخت نشست و چند دانه خرما در آورد و خورد. دونه های خرما رو هم همونجا زیر درخت انداخت که ناگهان در لحظه عفریتی با شمشیر و عصبانی جلوش ایستاد و گفت وقتی که دانه خرما رو بر زمین انداختی درست روی سینه فرزند من افتاد و همون لحظه نفسش گرفت و بیجان شد. حالا من به قصاص او تو را خواهم کشت. بازرگان در این زمان گفت ای جوان مرد عفریتیان، من مال و اموال زیادی دارم، چندین پسر هم دارم. حالا که میخوای منو بکشی یه مهلتی بهم بده تا به خونه برم و اموالم رو بین فرزندانم تقسیم کنم و وصیت‌های خودم رو بکنم و بعد از 1 سال نزد تو میام و اون وقت تو میتونی جون منو بگیری. عفریت هم تقاضای اونو پذیرفت و بازرگان هم به خونش برگشت و تمام اموالش رو میان فرزندانش تقسیم کرد و البته ماجرای عفریت رو هم برای همگان تعریف کرد و سر سال هم به همون مکان برگشت و زیر درخت نشست و گریان و غمگین در پای درخت منتظر عفریت شد. در همین وقت پیری که همراه خود یک غزالی داشت و اونو به زنجیر کشیده بود از راه رسید و به بازرگان سلام کرد و گفت تو کیستی و در اینجا چه میکنی؟ بازرگان تمام ماجراش رو برای اون پیر تعریف کرد. پیر خیلی ناراحت شد و گفت بعید میدونم بتونی از چنگال این خطر رهایی پیدا کنی. بعدم کنار بازرگان نشست و گفت از اینجا بلند نمیشم تا ببینم آخر کار تو به کجا میرسه. بازرگان همچنان در حال هوای خودش بود و پیر هم نشسته بود که پیر دیگری که 2 سگ سیاه همراه خودش داشت از راه رسید و پرسید شما در سرزمین عفریتیان چه میکنید؟ و تو ای بازرگان چرا این حالت هستی؟ بازرگان هم دوباره برای این پیر همه ماجرا رو گفت و هنوز در حال صحبت بودن که پیر دیگری که سوار بر قاطری بود از راه رسید. سلام کرد و او هم علت را جویا شد که اینجا چه خبره و اونها هم ماجرا رو از اول تا آخر براش گفتن و در همین لحظه ناگهان گرد و خاک بلندی برپا شد و از میان گرد و خاک همون عفریت با شمشیر آماده آشکار شد و دست بازرگان رو گرفت که اونو بکشه. بازرگان همچنان گریه می کرد و اون سپیر هم ناراحت بودن که در این میان پیری که غزال رو در زنجیر کرده بود از جاش بلند شد و بر دست عفریت بوسه زد و گفت ای پادشاه عفریتیان،
من و این غزال در زنجیر حکایتی داریم، اونو برات تعریف میکنم و اگه خوشت اومد از 1/3 خون این بازرگان درگذر. عفریت قبول کرد و پیر شروع به تعریف کرد که این غزال دختر عمه من است که 30 سال همسر من بود و فرزندی به دنیا نیاورد. و من با کنیزکی ازدواج کردم و اتفاقا اون کنیز پسری برام به دنیا آورد و هنگامی که 15 ساله شد من برای تجارت به یک شهر دیگه سفر کردم. دختر عمه من که همین غزاله در کودکی جادوگری آموخته بود، بنابراین اون کنیز و پسرم رو با جادو تبدیل به گاو و گوساله کرده بود و به شبان سپرده بود. وقتی که من از سفر برگشتم به من گفت که تو که نبودی کنیزت مرد و پسرت هم از خونه فرار کرد. خیلی ناراحت شدم و اندوهناک بودم تا اینکه مدتی گذشت و عید قربان شد. من پیش شبان رفتم و از او گاو چاق و چله‌ای خواستم که قربانی کنم. شبان هم گاو چاقی رو آورد که از قضا همون کنیز بود. من خواستم که اونو بکشم اما دیدم که چشمان گاو پر از اشکه. دلم نیومد خودم بکشمش، بنابراین به شبان گفتم خودت اونو بکش. اونم کشت و وقتی که اونو پوست کرد دیدم هیچ گوشتی نداره و همش استخونه. پشیمون شدم ولی دیگه سودی نداشت. ولی همه اون رو به شبان دادم و گفتم برای من برو و یک گوساله چاق بیاور. شبان هم گوساله آورد که از قضا اون پسر من بود و من نمیدونستم. گوساله همین که من رو دید تنابش رو پاره کرد و پیش من اومد و خودش رو به خاک انداخت و چشاشم پر از اشک شد. این بود که باز هم اون رو به شبان دادم و گفتم که برو و یه گاو دیگه برام بیار. قصه که به اینجا رسید صبح شده بود و هوا روشن و شهرزاد ساکت شد و به داستان ادامه نداد. دنیازاد در این زمان گفت ای خواهر عجب داستانی بود. شهرزاد هم گفت اگه شهریار شاه منو نکشه شب ادامه اونو میگم. شهریار شاه با خودش گفت این دختر رو نمیکشم تا امشب بقیه داستان رو بشنوم. بله دوستان، این شد که شب اول گذشت و شهرزاد از مرگ نجات پیدا کرد و شب دوم فرا رسید و شهریار شاه باز به سراغ شهرزاد اومد و اول با او به خوابگاه رفت و از او کام گرفت و باز شهرزاد به پایین تخت اومد و دنیازاد هم اومد و گفت خب ادامه داستان رو بازگو. این بار هم شهرزاد از شاه اجازه خواست و او هم اجازه رو داد. شهرزاد هم شروع به تعریف کرد که اون مرد غزالدار ادامه داد هنگامی که گوساله رو به شبان دادم تا اونو ببره و گاوی بیاره، همین غزال که دختر عمه من بود ما رو نگاه میکرد و وقتی چنین دید اصرار کرد که ای مرد همین گوساله رو بکش، گوشت خوبی داره. ولی من زیر بار نرفتم. شبان هم گوساله رو با خودش برد و منم کلن از خیر قربانی کردن گذشتم. و اما روز دیگه شبان پیش من اومد و گفت من دختری دارم که در کودکی جادوگری آموخته. وقتی گوساله رو به خونه بردم دخترم سر و صورت خودش رو پوشوند و شروع به گریه کردن کرد. اما کمی بعد دوباره شروع به خندیدن کرد و گفت ای پدرجان چرا مرد غریبه رو به خونه آوردی؟ گفتم مرد؟ کدوم مردو میگی؟ اصلا چرا اول گریه کردی و بعد هم خندیدی؟ داستان چیه؟ دخترم گفت این گوساله بازرگان زاده است که زن پدرش او و مادرش رو با جادو به گاو و گوساله تبدیل کرده. بر همین خندیدم. علت گریم هم این بود که مادر او رو پدرش سر بریده. ای امیر افریتیان، چون وقتی این سخنها رو از شبان شنیدم سریعاً به خونش نزد دخترش رفتم و گفتم چیزی که پدرت در مورد گوساله میگه درسته؟ گفت بله، این گوساله فرزند توست. گفتم اگه اونو دوباره به آدم تبدیل کنی هر چی که از مال و ثروت دنیا بخوای بهت میدم. دختر گفت من به مال نیازی ندارم، اما به هم قول بده وقتی که جادو و سحر رو از این گوساله برداشتم اونو به عقد من در بیاری و اجازه بدی که جادو کننده پسرت رو جادو کنم.
وگرنه اون منو نابود خواهد کرد. منم گفتم خون همسر و دختر عمه من بر تو حلال باشه، هر کاری میخوای بکن. بنابراین ظرف بزرگی رو پر از آب کرد و افسونی بر اون خوند و بعد هم آبها رو روی گوساله پاشید. در لحظه پسرم به صورت اولش در اومد و اونو در آغوش گرفتم و خیلی خوشحال شدم و دختر شبان رو هم به همسری او در آوردم. او هم همسر و دختر عمه من رو با جادو به غزالی تبدیل کرد که همین غزاله حالا به هر جایی که میرم اونو با خودم میبرم. و چون به اینجا رسیدم بازرگان رو دیدم و حکایتش رو شنیدم. اینجا موندم تا از سرانجام اون آگاهی پیدا کنم. این هم حکایت من و غزال. عفریت گفت عجب داستانی بود. از 1/3 خون این بازرگان درگذشتم. و اما بعد بلافاصله پیر دوم که صاحب سگ‌های شکاری بود جلو اومد و گفت ای امیر عفریتیان، این 2 سگ که میبینی برادرای منن. وقتی که پدر ما مرد 3000 دینار طلا برای ما به میراث گذاشت. من با سهم خود دکانی باز کردم و به تجارت پرداختم، ولی اونها راهی سفر شدند و بعد از 1 سال هم دست خالی برگشتند. من 1000 دینار سرمایه به اونها دادم و در دکان خود با اونها شریک شدم. چند روزی هم با هم بودیم و بعد از اون هر 2 برادر دوباره گفتن بیاین بریم تجارت و هر 3 نفرمون به سفر بریم، ولی من قبول نکردم و اونا را منصرف کردم. 6 سالم گذشت و دیگه هر کدوم برای خودمون جداگانه دکانی داشتیم. بعد از اون من هم با اونها موافقت کردم و سرمایه همون رو روی هم ریختیم و حساب کتاب کردیم و 6000 دینار بود. من گفتم نیمی از این پولها رو جایی زیر خاک پنهان کنیم که اگه خدایی نکرده در تجارت شکست خوردیم بازم سرمایه داشته باشیم و نیم دیگری رو هم کالا بخریم و برای تجارت برداریم و برای فروش اونها به سفر بریم. اونا هم قبول کردن و این کار رو ما انجام دادیم و سوار کشتی شدیم. 1 ماه روی کشتی بودیم و تا اینکه به شهری رسیدیم و کالاهای خودمون رو به قیمت گرانی فروختیم، به طوری که 10 برابر سود کردیم. بعدم دوباره به ساحل اومدیم که سوار کشتی بشیم. من در کنار ساحل دختر زیبارویی رو دیدم که لباسای خیلی کهنه‌ای به تنش داشت. اون به نزد من اومد و گفت آیا میتونی به من یه خوبی کنی و پاداش این خوبی رو هم به دست بیاری؟ گفتم باش، حرفی نیست. گفت پس من رو به عقد خودت در بیار و به شهر خودت ببر. منم قبول کردم و اونو عقد کردم و به کشتی آوردم. لباسای زیبا براش خریدم و دل به مهرش دادم. دیگه شب و روز باهاش بودم و دیگه دور از برادر هم بودم. اما اونا به من حسادت کردند و در مال من هم طمع کردند و تصمیم به کشتن من گرفتن و زمانی که من و دختر با هم خوابیده بودیم هر 2 ما رو به دریا انداختن. از قضا اون دختر در لحظه تبدیل به یک پری شد و منو برداشت و به جزیره‌ای برد و گفت من از پریانم و چون مهر تو به دلم افتاده بود تبدیل به آدم شدم و پیش تو اومدم تا با تو باشم و اکنون هم میخوام برادرانت رو به تاوان کاری که باهات کردن بکشم. ولی من قسمش دادم که این کارو نکنه. گفتم در هر حال اونا برادرام هستن. اون چیزی نگفت و در یک چشم بر هم زدن منو برداشت و به خونه برد. به خونه که رسیدم اون 3000 دینار رو برداشتم و به دکان رفتم و وقتی هم که از دکان به خونه اومدم این 2 سگ رو به زنجیر دیدم. در لحظه به دامنم آویختند و اشک در چشمهاشون پر شد. بعد هم اون دختر جلو اومد و گفت اینا برادرهای تو هستن و تا 10 سال به تاوان کاری که با تو کردن به همین شکل خواهند بود. منم اونا رو برداشتم و میگردونمشون تا این 10 سال تموم بشه و اونا خلاص بشن که به اینجا رسیدم و این بازرگان و ماجرای او رو دیدم و شنیدم
و اینجا موندم تا ببینم عاقبت کار او به کجا میرسه. و چون اون پیرمرد حرفاش تموم شد، افریت گفت عجب داستانی بود. از 1/3 خون دیگه این مرد بازرگان هم گذشتم. و اما نوبت به پیر سوم رسید و اونم جلو اومد و گفت منم داستانی دارم از این 2 جالبتر و شنیدنی تر. اجازه بده منم بگم. اگه خوشت اومد از باقی خون این مرد بازرگان درگذر. افریت هم قبول کرد و گفت باشه بگو. و پیر سوم گفت این قاطر که میبینید همسر من بود. من به سفری رفته بودم که 1 سال طول کشید. بعد از 1 سال برگشتم و نیمه شب بود که به خونه رسیدم و دیدم که زنم با مردی در رخت خواب خوابیده. و چون چشم زنم به من افتاد، سریعا از جاش بلند شد و کاسه آبی رو برداشت و بر اون افسونی خوند و روی من ریخت. و من در لحظه تبدیل به سگی شدم و اون وقت اون منو از خونه بیرون کرد. من در کوچه و خیابان در به در بودم و میرفتم که به دکان قصابی رسیدم. قصاب در حال رفتن به خونش بود. منم به دنبالش رفتم تا به خونه اونها رسیدم و همراه قصاب داخل حیاط خونه شدم. قصاب در خونش دختری داشت که تا چشمش به من گفت ای پدر، چرا مرد غریبه رو به خونه آوردی؟ قصاب گفت کدوم مرد؟ دختر گفت همین سگ. اون مردیه که همسرش اونو جادو کرده، ولی من میتونم اونو به شکل اولش در بیارم. قصاب ضامن من شد و دختر رو قسم داد که منو به شکل اول در بیاره. دختر هم قبول کرد و در لحظه من رو به شکل اول در آورد. من هم از اون خیلی تشکر کردم و خواستم که همسرم رو به قاتلی تبدیل کنه. او هم در مقداری آب افسون خواند و به من داد و گفت وقتی زنت خوابه این آب رو بر روی او بریز و هر آنچه بخواهی تبدیل به همون میشه. منم چنین کردم و خواستم که همسرم تبدیل به قاتلی بشه و این همون قاطره. افریت گفت عجب داستانی و از قاطر پرسید که آیا این مرد راست میگه؟ قاطر سرش رو به علامت مثبت چکون داد. افریت که هم متعجب شده بود و هم دچار نوعی سرخوشی و شادمانی از شنیدن این حکایات شده بود، از باقی خون بازرگان گذشت و اون رو نکشت. چون این حکایات تموم شد، سپید دم شده بود و شهرزاد ساکت شد. دنیازاد گفت ای خواهر، عجب حکایتی بود این حکایت. شهرزاد گفت اگر از مرگ برهم و پادشاه منو نکشه، در شب آینده حکایت صیاد رو که خیلی هم زیباتر و جالبتره تعریف میکنم. شهریار شاه هم دوباره با خودش گفت عجب حکایاتی این دختر بلده، بهتره که اونو نکشم تا شب دیگه هم از داستان دیگری که میگه لذت و بهره ببرم. بله دوستان، اگه شما هم از حکایت شب اول و دوم لذت و بهره بردید، صبر کنید تا حکایت شب سوم رو بشنوید. در شب سوم شهرزاد داستان صیادی رو روایت میکنه که با چیزی فراتر از یک ماهی معمولی روبرو میشه. آیا اون داستانم میتونه جونشو نجات بده؟ برای شنیدنش کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و آماده باشید.